در مراسم گسیل نواسکران در شهر کلوب گفتند 17 نفری را که اختیاری به خدمت رفته بودند قطعه زمین میدهند. در تاجیکستان که گرفتن قطعه زمین برای ساختمان منزل مشکل است، این تصمیم برخی جوانان را دلگرم میکند تا اختیاری به خدمت حربی روند. دید شرایط خونه‌مان رو هم گشتگی یگان جایی چیز نداریم، نه بنیه ساز نه حاجت خانه ساز. بعد پسرم گفت که میرم و چجا خدمت میکنم به اختیاری خودم و شهر میری شهر دستگیری میکنه و غمخوری میکنه و ایله کم بزاعتی هم شرایط نداریم. کسل مرده که کسلی داشتم و خواهش خودش رفت خدمت رفت. نه یک سال میشه و چند خدمت های. میرنبی نظر و سالها باز میخواهد از این منزل تنگ و ناموافق به دیگر جای کوچ بندد. بعدا کده بودن گفتن عرضه بتیم پیشنهاد کنیم میری شهر دستگیری میکنیم. دیگه ما با آتش کسلی وضع میشید و بوی آتش شیدم دیگه دکمی توقری که نتونستم. با ماندم و خیلی بچه کردم بعد ایشتر میرفتم اما و این کمه کاغذ داد و کمه پیشنهاد کم تا حالا هیچی درک پیر نیست. در تاجیکستان خدمت حربی حتمی است. بدرفتاری در ارتش جوانان را از خدمت میترساند. جماعت ها برای جلب آنها امتیازهای مثل دادن قطعه زمین میدهند که به گفته رئیس شهر کلوب زمینه های قانونی ندارد. در مسئله تقسیمات زمین ما خود شدگی هستیم کمیسیون جنرالتی و کمیسیون دعوت هستیم. این یگان علاقمندی ندارد. الان که برای شهر ده ها مرتبه گفتم یگان کسی فریب نکنید که شما هر نبرید ما شما رو زمین ندید. این گپ نیست. کارشناسان میگویند گاهی برای اجرا کردن نقشه دعوت مقامات محلی به مردم وعده امتیاز میدهند که نه همه وقت اجرا کرده میتوانند.